مقامات افغانستان میگویند در حمله به شهر فیروزکوه در ولایت غور 30 نفر و اکثرا مردم ملک کشته شدند. با گفته مقامات افغانستان، گروهی از جنگجویان به مردم بیگناه که اکثرا چوپانان بودند حمله کرده و آنها را هدف تیرباران قرار دادند. درباره این حادثه صحبتی دارم با همکارم ژکفر احمدی از رادیوی افغانستان آزاد. ژکفر، به برنامه ما خوش آمدی. اصل ماجرا چگونه رخ داده است؟ اصل ماجرا از این قرار است که طوری که خودت هم گفتی، پس از چاشت دیروز گروهی از شورشیان قصد کردند تا برن به 10 کیلومتری مرکز ولایت غور، منطقه به نام کاسی، و مواشی مردم را با خود ببرن. در جریان این تلاش درگیری میان شورشیان و مردم محل به وقوع می پیمنده و مردم کوشش میکنن که مقاومت بکنن و نگذارن تا شورشیان مواشی از اینا را با خود ببرن. منظور گوسفندان؟ بدون شک گوسفندان، گاوها و امثال از اینا. اما هرچند شورشیان با مقاومت مردم مواجه میشن، اما بخشی از مواشی را اینا میتونن با خود ببرن و در ضمن گروهی از مردم محل را اینا گروگان میگیرن. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در جریان شب شورشیان تعدادی از افراد گروگان را تیرباران میکنن. تازه ترین انکشاف در این ارتباطی است که خانواده های افراد تیرباران شده به ما، البته به خبرنگار ما در محل، گفتن که اجساد 36 فرد تیرباران شده را اینا تحویل گرفتن از طرف شورشیان و انتظار دارن که اجساد دیگه هم در اختیار از اینا گذاشته شوند. خود مقامات افغانستان چی گفتند راجع به این حادثه؟ مقام ها تایید میکنن. مثلا والی غور در صحبت با خبرنگار ما در محل گفته که بیش از 30 تن از طرف شورشیان تیرباران شدند و اما افزوده که برای جزئیات بیشتر ما باید به اینا فرصت بدیم که تازه ترین و دقیق ترین ارقام را در این مورد با ما شریک بسازند. مسئله دیگه است که به گفته والی غور، گروهی که هم خودش را طالب و هم داعش میدانه مسئولیت حمله را به دوش گرفته و والی غور همی گروه را به اصطلاح مقصر دانسته. گروهی که به گفته مقام های غور گاهی اوقات بیرق سفید رنگ طالبان را و گاهی هم بیرق سیارنگ داعش را حمل میکنند. اما رئیس شورای ولایتی غور دقیقاً شورشیان طالبان را مقصر دانستند. تشکر. همکارم ژکفر احمدی از رادیوی افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر ژکفر.